جلسه 39 از سری برنامه‌های آموزش تار درس 66 در خدمتتون هستم. این درس یک آهنگ محلی تالشی هست در مایه دشتی و همونطور که میبینید کسر میزانمون 6/8، 2 ضربی ساده. طبق معمول ابتدا این درس رو با هم میخونیم. 1 2 سل ره سل ره سل ره ره دو ره سل ره دو سی لا سل لا سی دو ره سل ره دو سی لا سل سی سی لا سل سی دو ره دو دو سی دو ره می فا می ره دو دو سی لا سل لا سل فا سل لا سی دو ره ره دو ره دو سی دو ره می فا می ره دو دو سی لا سل لا سل sol la sol fa mi fa sol sol la si si do si la sol la sol re sol 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 la si do do si la sol la sol re fa do mi si do si do re do do si do re mi fa mi re do do si la sol la sol sol la fa sol mi fa sol. لطفاً به میزان اول دقت کنید. این نوع مضراب رو اگر یادتون باشه در فرم رنگ داشتیم: چنگ نقطه دار، دولا چنگ، چنگ و ضرب دوممون هم هر ستاش چنگه. اینجا مضرابی که گذاشته روی سومین نوت در واقع که سومین ضلع مثلث از ضرب اوله، مضراب چپ گذاشته، یعنی میشه راست راست چپ راست 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 ضرب دوم. میتونیم اول مضرابش رو تمرین کنیم تو ریتم. هست سراغ دست چپ که پوزیشن ره هست. انگشت اول ره رو نگه میداره و میزنیم سولمون هم که دست باز سل ره، ضرب دوم سل ره سل. پس ببینیم ره سر جاش حساسه، انگشتمو بر نمیدارم. سل ره سل ره سل. میزان دوم ره ره دو ره. بعد هر دو میزان با هم تکرار میشه. سل ره سل ره سل ره دو ره. ادامهش میشه سل ره دو سی لا. تو همون ریتم در واقع سل ره دو سی لا. میزان آخر خط اول میشه سل لا سی دو ره. ره آخرمون سیاهه. میریم خط دوم، باز تو همون ریتم سل ره دو سی لا. این دفعه میشه سل سی سی لا سل سل وای میسه. توی این فاصله سکوت پوزیشنمون رو عوض میکنیم، میاریم پایین دسته، در واقع پوزیشن 2 پایین دسته. دقت کنین اینجا انگشت سوم رو گذاشته روی سی که بمول هم هست، روی سیم زرد. پس ما انگشت سوممون میشه سی سیم زرد، سی بمول سیم زرد که روبروی همون می بمول هست رو پایین دسته. اینجا میشه ضد ضربه، میشه هیس سی. ضرب دوم دو ره سی دو ره. بعد ره دو دو سی. اینجا رو دقت کنید، قبلا توی بیشتر مرد دشتی داشتیم وقتی که خط اتصال می اومد گفتیم میتونیم اینو به صورت ریز چپ بزنیم یا حتی میتونیم اشاره بدون مضراب بزنیم. فقط دقت کنید اینجا نوت متغیر اومده، یعنی ره توی این میزان موقت کرون شده. پس میشه ره اولمون
ری که اول میزان سر جاش ر به کاره، ولی اشارهمون به ر کرون میشه، پس میشه ر دو سی. خب میزان بعدش یعنی میزان آخر خط دوم دو ر یک یک گذاشته، تغییر پوزیشن داریم، دو ر ضرب دوم می فا می ر، دوباره فا به می اشاره است. پس من از ابتدای این جمله بخوام بزنم به این شکل میشه سی دو ر دو دو سی دو ر فا می. اینجا بعد از اینکه ر رو زدیم باید سریع پوزیشنمون رو عوض کنیم، بیایم روی لا کرون، انگشت سوم میشه دو. این میزان در واقع ضرب اولمون انگشت اول ر رو میزنه، بعد میاد ادامه ضرب اول دو و ضرب دوم میشه دو سی لا، پس میشه ر دو دو سی. ببین قبلا بهتون گفتم جاهایی که تغییر پوزیشن های این شکلی هست بهتون پیشنهاد میکنم به تکرار رو سرعت پایین، بعد کم کم سعی کنین سرعت رو ببرین بالا، تمرین کنین. حتی میتونین فقط دست چپ این پرش انگشت به بالا رو تمرین کنین. ر دو، دقت کنین که دقیق برمیگردین رو نوتا. ببینین از ر میایم رو دو در حالی که انگشتامون چیده شده رو لا کرون سی بمول دو، و فقط حواستون باشه که بدون فشار این کار بکنین، بدون هیچ انقباضی. ببینین ر برمیگرده اینجا، ر دو دو سی لا، ادامهش سی لا سول لا سول. اینجا هم باز تغییر پوزیشن داریم، میتونین اولین سی رو بزنین یعنی مثل بالا عمل کنیم، بعد میایم رو سول. میتونیم هم از همون ابتدا سیش رو به انگشت سوم بگیریم، یعنی وقتی که اینجا زدم سی لا رو بلافاصله بیام رو سول سی. خب ادامهش میاد دوباره بالا دسته سول فا سول. دقت کنین که فا هم باز جلسات پیش که دشتی میزدیم داشتیم و گفتم خدمتون، چون که توی این دشتی که هستیم ما سیم 56 رو ر کوک کردیم، در نتیجه همه نوتامون یک پرده میفته جلو. یعنی اگر قبلا ما فا رو که اینجا بود روبروش رو سیم بم همون فا پرده رو فا میگرفتیم، الان باید یک پرده در واقع روی ساز بیایم بالاتر، یعنی فا میشه روبروی می بمول. فایی رو میگم که اینجا داریم روی سومین خط اضافه از پایینه. پس اینو بخوام بزنم با انگشت دومم میگیرم دیگه، میشه سول سول لا سی دو. ببینید سول سول لا سی دو ر سی دو ر ر دو دو سی. اگه دقت کرده باشین همون جمله رو که پایین دسته زدم حالا اومدم یک اکتاف بمتر میخوام بزنم. پوزیشنمون باز عوض میشه، میایم وسط دسته. اینجا هم دقت کنین که لا به طور عرضی یعنی فقط توی همین میزان بمول شده، سول سول، بعد فا میم به کار شده رو سیم زرد فا می فا، پس میشه سول سول فا می فا. خب میزان آخر خط چهارم سول سول لا سی. ببینین سول سول لا سی، میام جلو، بعد میشه زده ضربه هیس سی دو سی دو سی دو سی دو. به تغییر پوزیشن ها دقت کنید دیگه، میشه سی دو سی دو سی دو سی. اینجا ببینید درسته که همه نوت‌ها رو خط‌های اضافه است و این حدس میزنیم که باید بلافاصله بریم بالا دسته، ولی نیازی نیست، چون هر دو تا نوتی که توی میزان اضافه شده استفاده شده دست بازه. یکیش دست باز سیم بمه ر و اون یکی هم که سوله، پس میزنیم ر سول سول. همینجا که هستیم یعنی نیازی نیست بریم بالا، پوزیشن سول رو داریم. پیشنهاد کنم این قسمت رو هم باز جداگانه اتود کنین، چند جا هم داشتیم شبیهشو که از یه نوت داره با اشاره برمیگرد. میتونید اینو حتی تا بالا بزنید، میتونید از دل همین یه اتود خیلی خوبی در بیارین. همه پرده ها رو ببینید یه دونه تک بزنید رو همین شکل نوت، یعنی اولیمون چنگ باشه، دومی چنگ نقطه دار، سومی دولا چنگ که با خط اتصال به هم متصل شدن میزنیم. انگشتامون هم 3
2 1 3 2 1. تمرین خوبیه. خب ادامه بدیم از قسمتی که رفت وسط دسته، در واقع از اون پایه میزنم. بعد میایم بالا. دقت کنین ره نوت متغیره، یعنی اولین ره به کاره ولی اشارهش میفته روی رکورون. بعد میریم وسط. دوستان خوبم، به پایان این جلسه رسیدیم. تا جلسه آینده شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.